چطور میتوانم شیر گاو خود را زیاد کنم؟ اگر گاو شما شیر کم میدهد، پس این چند نکته را در نظر داشته باشید و عملی کنید. اگر این معلومات برایتان مفید بود، حتما لایک و کامنت فراموشتان نشود. 1. تغذیه مناسب. پایه تولید شیر در گاوها و حیواناتتان تغذیه مناسب می باشد. تنها سیر شدن شکم حیوان ضروری نیست، بلکه کیفیت تغذیه شما هم نیز مهم می باشد. اگر می خواهید شیر حیواناتتان زیاد شود، پس شما می توانید از شبدر، از سبوس، از جو، از کنجاری پنبه و همچنان زردک و بیده استفاده نمایید تا شیر حیواناتتان زیاد شود. 2. آب پاک روی تولید شیر خیلی تاثیر بالایی دارد. 80% از شیر را آب تشکیل می دهد. پس همیشه در دسترس حیواناتتان آب پاک و کافی باید وجود داشته باشد. 3. محل نگهداری حیوانات. جایی که حیوان خود را نگهداری میکنید، اگر گرمای بیش از حد وجود داشته باشد، اگر جای حیوان کثیف باشد، اگر جای حیوان سر و صدای بیش از حد داشته باشد، روی شیر خیلی تاثیر مستقیم دارد و شیر حیوان را کم میکند. پس برای حیوان خود جای سایه، جای آرام و جای خشک در نظر بگیرید تا تولید شیر خیلی راحت صورت بگیرد. 4. از همه مهمتر، نظم دادن در شیر دوشی. گاوها و حیواناتتان در ساعت عادت میکنند. پس تایمی که حیوانات خود را شیر دوشی میکنید، همیشه در همان تایم شیر دوشی نمایید و شیر کافی و زیاد را تولید نمایید. یک نکته خیلی مهم، قبل از شیر دوشی حتما پستان حیوان خود را با آب ملایم بشویید و همچنان به مدت چند دقیقه پستان حیوان خود را ماساژ دهید تا شیر به طور کامل ترشح شود. صفحه ما را فالو کنید تا معلومات مهم در مورد صحت و نگهداری حیوانات را یاد بگیرید.